خب دوستان امیدوارم حال دلتون عالی باشه. این قسمت از یه استراتژی ناوی دیگر که بخوام با شما به اشتراک بذارم. خب دوستان ببینین ما اینجا یه قیمتی رو داریم که رفته بالا، بعد اومده پایین و دوباره زده رو به بالا. اینجا وقتی که قیمت اومد پایین و به این ناحیه روبروی این ناحیه وایستاد، ما اینجا دنبال دو تا کندل سبز به سمت بالا میگردیم و وقتی این دو تا کندل سبز ایجاد شد دقیقا قیمت تا این ناحیه میره بالا. بریم یه مثالشو بزنیم. ببینید اینجا رو، اینجا قیمت رفته بالا، دوباره اومده پایین، دوباره رفته بالا، دوباره اومده اینجا و روبروی این ناحیه، درست روبروی این ناحیه. دوستان ما اینجا یک خط میکشیم که ببینید به خط ما برخورد کرده و اگه خوب ببینید اینجا دو تا کندل سبز زده رو به بالا، یکی این یکی این، پس دقیقا تا این ناحیه میره بالا. و یه مثال دیگه دوستان، خب دوستان اگه اینجا رو ببینید قیمت اینجا رفته بالا، اومده پایین، دوباره رفته بالا، دوباره اومده به اینجا، یعنی دوباره اومده روبروی این ناحیه ما که تو این ناحیه ما یه خط رو میکشیم و این که تا این ناحیه قیمت میره بالا. اگه اینجا ببینید تو این ناحیه دو تا کندل سبز زده و دقیقا تا این ناحیه میره بالا که اگه میبینید رفته بالا. امیدوارم حال دلتون عالی باشه دوستان، با این استراتژی بتونید قیمت جلویی رو پاره کنید. مرسی، ممنون، انشالله سلامت و تندرست باشید.